امروز هفتم ینور است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 صبح است و در نویدی بمدودی برایتان از تازه های تاجیکستان و جهان میگم. اما چون همیشه نخست میبینیم که آب و هواشناسان برای امروز چگونه هوا را پیش بینی کردند. در پراگ هوای کم ابری بی بارش در نظر است. احتمال میرود که روزانه حرارت به 4 درجه برسد. در مسکو باریدن برف کوتاه مدت را پیشگویی کردند. سردی امروز به 1 درجه برابر می شود. در دوشنبه امروز بالاخره برف بارید، گرمی 5 درجه را تشکیل می دهد. مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. نزدیکان برخی بازداشت شده ها میگویند بعد بازداشت مقامات انتظامی خانه های آنها را کفت و کوب کردند. خویشاوندان یکی از این افراد که نخواستند اسمشان ذکر شود میگویند فرزند آنها را بر اساس شهادت های 2 در عروسش که روحانی بوده است دستگیر کردند. او گفت کارمندان انتظامی به خانه آمده همه جای را تفتیش کردند و چند کتاب دینی را که در خانه بود با خود بردند. به ما چیزی نگفتند اما همه جای حتی عاقل را جستجو کردند. فرزند این خانواده که بازداشت شده است ختم کرده فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی بوده، چند مدت همچون معلم کار کرده است. مسئول دیگری رادیو زودی از مقامات انتظامی گفت در بین دستگیر شدگان اسماعیل قهارف یک روحانی از نویه وحدت، عبدالله مکمل و فرزندش از نویه رودکی هستند. دوستان تاجیکستان هنوز اتهامات آنها را اعلان نکردند. سید یونسی استرافشانی یکی از منتقدان دولت تاجیکستان که خارج از کشور قرار دارد در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که بازداشت‌های گروهی و دست جمعی در زمانی صورت می‌گیرد که الیس ویلز دیپلمات بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در کشور حضور دارد و در حال گفتگو با مقامات درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان است. او افزوده است تا جایی که می‌دانم این افرادی که بازداشت شدند و برخی را می‌شناسم هیچ ارتباطی با جماعت اخوان المسلمین ندارند. رادیو زودی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد فردوس رحیم‌زاده رئیس اموال دولتی شهر اسواره از جمله آنهایی است که با گمان عضویت در این سازمان بازداشت شده است. فردوس رحیم‌زاده 35 ساله یک هفته پیش بازداشت شده بود و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. نظر پیوندان و وکیل مدافع او به این اتهام هنوز دسترس نیست. معلوم نیست که دقیقاً او را با کدام نوع همکاری متهم کردند و مفتشان وزارت کارهای داخلی چی دلیل روی دست دارند. فردوس رحیم‌زاده تا 3 ماه پیش اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اسواره بود. از این پیش به حیث رئیس جماعت چرکو کار کرده است. همصحبتان رادیو زودی دایر به بازداشت‌ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران به عضویت با اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیشتر باشد. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است و ماه می سال 2016 5 امام خطیب از ولایت سوخت را با گناه عضویت در این سازمان به 5 سال زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و فکر میکنم در دوام روز ما حتما به آن خواهیم برگشت. یک ائتلافی مخالفان دولت تاجیکستان از دیپلمات بلندپایه آمریکایی خواستند هنگام ملاقاتش با مقامات کشور مسائل مراعات حقوق انسان و رهایی دیگر اندیشان را در میان گذارد. پیمان ملی تاجیکستان ائتلافی عبارت از چند سازمان مخالف خارج از کشور روز 6 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفت از الیس ویلز دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی می‌خواهد تا مسئله آزادی فوری 4 سیاستمدار و دیگر اندیش را به مقامات تاجیکستان گوشزد کند. در این بیانیه که در پیمان روز 6 ینور در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد آمده است، ما از شما دعوت میکنیم به حکومتداران تاجیکستان مراجعت کمیته حقوق انسانی سازمان ملل را درباره رهایی فوری محمد علی حید، زید سعیدوف بزرگمیریار و محمد روزی اسکندرف را یادداشت کنید. پیمان ملی تاجیکستان از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و حزب ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافته است. اما دادگاه عالی این پیمان را تابستان سال 2019 سازمان تروریستی اعلام کرده است. با گفته مؤلفان بیانیه این 4 نفر غیرقانونی به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی،
زید سعید وزیر سابق صنعت و صاحبکار، بزرگمهر یورو وکیل دفاعی شناخته و محمد روزی اسکندرов رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان با گناه‌های تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های دیگر تا به 20 سال زندان محکوم شدند. حامیان حقوق و خودشان میگویند که پرونده‌های هر 4 نفر دارای انگیزه‌های سیاسی است و مقامات آنها را فقط برای دیگر اندیشه‌شان پس پنجره انداختند. کمیته حقوق انسانی سازمان ملل نیز گفته است که بازداشت محاکمه این افراد با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و حکومت تاجیکستان باید آنها را رها کند و جبران بپردازد. اما مقامات تاجیکستان از جمله دوستان کل گفته است که پرونده ها هیچ انگیزه سیاسی ندارند و این افراد را برای جنایت هایشان به زندان محکوم کردند. الیس ویلز روزهای 6 و 7 ینور در تاجیکستان است و به گفته وزارت امور خارجه آمریکا با مقامات کشور تقویت همکاری ها برای تقویت امنیت در منطقه، گسترش همکاری های اقتصادی و دیگر مسئله ها را بررسی میکند. گروه های حامی حقوق بشر، منصبداران دولتی و قانونگذاران گزارش‌ها درباره بازداشت ایرانی ها و آمریکایی های ایرانی تبار در مرز کانادا و آمریکا را تحقیق میکنند. بخش شورای روابط آمریکایی و اسلامی در شهر واشنگتن میگوید آخر هفته گذشته بیش از 60 ایرانی و آمریکایی ایرانی تبار سن و سال مختلف هنگام بازگشت از کانادا به ایالات متحده آمریکا بازداشت شده تا 10 ساعت و یا بیشتر از آن درباره نظر سیاسیشان بازپرسی شدند. در این بیان چیز و چاره شخصی آنها به مثل شناسنامه، کلید ماشین و تلفنشان در ایالت واشنگتنی هممرز با کانادا مصادره شده است. اکثر بازداشت شده ها از کنسر در کانادا به آمریکا برمیگشتند. دیگران یا برای لیژرانی و یا تجارت به کانادا رفته بودند. شورای ملی ایران و آمریکا میگوید که وزیر مراقبت داشته در این باره به وزارت امنیت داخلی آمریکا شکایت کرده است. این حادثه چند روز پس از کشتار گنرال ایرانی قاسم سلیمانی از طرف ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بغداد به وقوع پیوسته است. جسد سلیمانی امروز در زادگاهش کرمانشاه به خاک سپرده می شود. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در تاریخ 3 ینور به حمله هوایی به گنرال سلیمان قاسمی در نزد فرودگاه بغداد اجازه داد. گنرال سلیمانی فرماندهی نیروی قدس یعنی جناحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت که عملیات این گروه در خارج ایران را نظارت میکرد. دوستان کل ازبکستان درباره به پایان رساندن تحقیق پرونده نوی مربوط به گلنور کریمov و دختر پرزیدنت پیشین آن کشور اسلام کریمov خبر داد. پرونده مربوط جنایت‌های تمجیدی، دزدی پول‌های بودجه و قانونی سازی مبلغ‌های جنایی را در کشورهای خارج در بر می‌گیرد. در حال حاضر پرونده جنایی با خلاصه عیبدارسازی به دادگاه ارسال شده است. خبر دادند از دوستان کل ازبکستان. دوستان کل ازبکستان ماه گذشته گفت که ضد گلنور کریمov و با گمان دزدی پول دولت، سازش علیه منفعت‌های کشور و از خودکنی اموال غیر به اندازه مخصوصاً کلان پرونده نو آغاز شده است. با قرار دادگاه ولایت توشکند از 18 دکبر سال 2017 گلنور کریمov و 10 سال زندانی شد. 1 ایول سال 2018 مهلت حکم وی 5 سال کم گردید. شرکت‌های تلیا، ویمپلکوم و MTS در مجموع برای وارد شدن به بازار موبیلی ازبکستان به گلنور کریمov تقریباً 1 میلیارد دلار پول دادند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا نیز گلنور کریمov را رسما در پولگیری و پولشویی عیبدار کرد. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت و کنون این شرکت به حیث تشکیلاتی امانتی و قرضی خردی الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند افغانی وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیاء روزگار از دکان‌ها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و بی پرداخت بهره به راه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان آخر هفته گذشته به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده به رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه‌های جمهوری و افزایش قرضی دستور داده است. در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان
در 5 سال اخیر گرفتاری بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا حال نمیتوانند مبلغ میزاجان را پورا برگردانند. بانک های توجپروم بانک و فونام بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پول های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است و با تأسیس الف بانک شماره بانک ها در کشور به 17 عدد رسیده است. عمر جان امام علی از مقام رهبری دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان برکنار و در وظیفه بلندتری تعیین شده است. عمر جان امام علی از کمترین سخنگویان نهادهای دولتی بود که به خبرنگاران همواره دسترس و در رابطه به حادثه ها شرح و اطلاع میداد. روز 6 ینور در وزارت به رادیو آزادی گفتند که برکناری عمر جان امام علی با فرمان وزیر کارهای داخلی صورت گرفته به جای او نصرت الله محمدزاده تعیین شده است. به اطلاع منبع محمدزاده تجربه کار در وزارت کارهای داخلی را دارد و برنامه اخبار این نهاد را در شبکه‌های تلویزیونی دولتی پیش می‌برد. منبع افزود عمر جان امام علی معاون رهبری دستگاه وزارت امور داخلی تعیین شده است. عمر جان امام علی سال 2016 با فرمان وزیر کارهای داخلی رئیس دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تعیین شد و از سال 1999 تا کنون در زینه‌های گوناگون وزارت فعالیت کرده پالکوونیک کارهای داخلی نیز میباشد. و در آخر یک خبر فرهنگی داریم. کمیته کاربوزنان و اولای نزد حکومت تاجیکستان برای بهترین شعر و ترانه در وصف پدر آزمون جمهوریوی اعلان کرد. این در حالی است که این کمیته تقریبا همه ساله در سالهای بعد از کسب استقلال درباره وصف زن و مادر آزمون‌های مختلف اعلان میکرد. صاحب نظران میگویند که احتمال دارد رهبریت این نهاد درک کرده است که باید به موضوع بالا بردن مرتبه مردها نیز توجه کند. و بینندگان عزیز، اکنون از کار به اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی به تبریز تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 85 درم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 156 سومانی. تشکر میگویم که ما را تماشا کردید و در ادامه روز با شما حتما ملاقات خواهیم کرد. روزی با قرار داشته باشید.